نام خدا، مسعود فرقانی هستم از تهران. رحمت الله رحیمی هستم، اهل کشور افغانستان، شهر هرات. سلمانی هستم، استان گلستان، شهرستان علی‌بود کتوی. چاپ سیل روندش خیلی ساده است، میتونیم با کمترین امکانات شروع کنیم و برای خیلی از کسایی که ما بخصوص تو افغانستان هستیم و اونچنان سرمایه نداریم برای شروع یک کار یا یک بیزنس، میتونیم چیکار کنیم؟ از یک از اون کارهایی که خیلی واقعا بصرفه است میتونیم از چاپ سیل شروع کنیم. فکر می‌کردم کار سختی باشه، ویدیوهای شما رو نگاه می‌کردم، فکر می‌کردم سخت باشه، ولی الان چون ورکشاپ شرکت کردم گفتم من میتونم و اینکه فکر می‌کنم این کار لذت بخشی باشه. طبق تجربه‌ای که از قبل دارم و کاری که الان دارم و مجموعه‌ای که الان دارم با اون سرمایه، الان متوجه میشم که با سرمایه شاید 1/20 اون چیزی که الان گذاشتم توی کارم میتونم اندازه همون درآمد داشته باشم.